سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره. وقتی میاییم تو قسمت گوگل و سرچ میکنیم دیزگان، یه پوشه برامون باز میشه. به انگلیسی باید سرچش کنیم، ولی خب تو این لینک ها میتونیم توی کامپیوتر با این لینک ها نصبش کنیم. ولی وقتی که میایم پایین، دیزگان برای اندروید، اونو که بزنیم لینک اول میتونیم دانلودش کنیم. البته من خودم دانلودش نکردم، نمیدونم، ولی خب به شما نظر میدم که دانلودش کنید و اگه خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره. خداحافظ.